صحت و سلامت و سربلند و موفق هستید دوستان عزیز. چون هر وقت ادامه میدیم کراوکه ساختن رو و امروز باشد کراوکه از آقای اندی سرود برای همه معلوم تنهایی، یعنی که تک و تنهایی. پیش از همه برادران عزیز به همه شما میرسونم که شکل پوره این کراوکه مینوس در تلگرامی ذکریت ما گذاشته می شود و کسانی که می خواهند در ذکریت تلگرامی ما یعنی که اشتراک کنند میتونند که طریق نمرهای ما واتساپ تلگرام هم میتونند در تماس شوند و آنها رو در تلگرام های ذکریت ما پیوست میکنیم و از گوییم که شکل پوره شون دسترس می شوند در تلگرام ذکریت ما. خب چی بود؟ خب واتساپ پلس تلگرام. خب پلس نسل خب لایک بذارد نوی. ولی دوستان عزیز در اینجا نمره واتساپ تلگرام رو گذاشتگیم. در اپروس میتوانید اشتراک کنید. در مثلا میتوانید که درخواست یگان سخنی داشته باشید و اگر که خواهید که در ذکریت تلگرامی ما تماس شوید یعنی که داخل شوید میتونید استفاده برید. پلس 992 918 507 901. ولی دوستان عزیز سروده که امروز تصمیم گرفتیم در بورش کراوکه مینوس بسازیم، یعنی که کراوکه اش رو بسازیم. این خیلی گفتیم سروده اندی است. پیش از این ما باید که متنش رو بسازیم و بعد از متن میتونیم که خود سرود رو گذاریم. تک و تنها تک و تنها. حتی در اینجا اگر نامش رو نویسیم اندی پس اون برای ما باز فهمتر میشه. خب دوستان عزیز سخن از یاد نمیکنیم. در افیر ما که داخل شدید مرحمت دوستی عزیز لایک از که تا که برای دیگران هم افیر ما پیشنهاد شود و یکون سخنی باشد میتونید در کامنتاری نویسید. و امروز اگر که خود سرلوحه این ویدیو ما را اگر دیدگی باشید، مثلا ساختن کراوکه از اندی مددیان برای تمام دوستداران صنعت و دوستداران صوت و نوا که معلوم است که اندی مددیان کی است. و امروز یکی از سرودی بهترینش رو که خواهشمندان میتونن مقصد دریافت کنن کراوکه مینوسش رو که در یگان گوشه اینترنتی گذاشته شدگی نیست. دوستان عزیز این سرودی بس مانم یک سکون شا گوش کنیم میفهمه که کدام سرودش است. فکر میکنم که علاقه فهمیده کدام سرودش است، یعنی که سرودی با نام تنهایی. و من فکر میکنم که کدامی که اگر یه میدک صنعت خوندن داشته باشد یا گوش کردن داشته باشد میتوند که در این مینوس بخواند، چون که در این کراوکه ما بخواند، چون که به نهایت شکل عادی آسان خوندگی است که دوستداران میتونن که بخوانند. و دوستان عزیز نگفته نموند که من وقتی که کراوکش رو میسازم یعنی که همراه مینوسش اون رو در ذکریت تلگرام کانال میگذارم و یعنی که خواهشمندان میتوانند در
اینه که طریق واتساپ تلگرام ما در تماس شوند، اونها رو در تلگرام کانال پیوست میکنیم و از نویگری های ما در اونجا با خبر میشن که در اونجا نویگری های به نهایت جالب و عالی و زور میگذرد. موسی عباس، من این نوشتگی خطا هیچ نفهمیدم چی را در نظر داریم. تک و تنها تو خیابون، تک و تنها تو خیابون، تک و تنها تو خیابون، به زیر نم بارون، به زیر نم بارون، به زیر نم بارون، باز به یاد تو میفتم، باز به یاد تو، باز به یاد تو میفتم، باز به یاد تو میفتم، حرفایی که با تو گفتم، حرفایی که به تو گفتم، تک و تنها تو خیابون، به زیر نم بارون، باز به یاد تو میفتم، حرفایی که با تو گفتم، حرفایی که با تو گفتم، گفتم عشق من، گفتم عشق من، به زیر نم بارون، باز به یاد تو میافتم، حرفایی که با تو گفتم، حرفایی که با تو گفتم، گفتم عشق من، گفتم عشق من، گفتم عشق من، عشق من، گفتم عشق من یک کوه، 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 تو ببین چه باشکوه، تو ببین، تو ببین، تو ببین، تو ببین، عشق تو آشکوه، عشق تو مثل سر آشکوه، عشق آشکوه،
تو ببین تو ببین تو ببین که با تو ببین که تو ببین که با شکوه تو ببین که با شکوه عشق تو مثل سروبه عشق تو مثل عشق تو مثل عشق تو مثل عشق تو مثل سرابه سرابه عشق تو مثل سرابه عمر کوتاه حبابه 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 دن 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 عشق من شعر و شرابه عشق من شعر و شرابه عشق من شعر و شرابه عشق تو تیپم خیلی سرما شد عشق تو عشق من شعر و شرابه عشق تو عشق تو نقشه عشق تو نقشه برابه چی میگه شو برابه عشق تو نقشه براهه یا اینکه برابه خیلی بمانیستیمش براهه عشق من شعر و شرابه عشق تو نقشه برابه خیلی دیدم در کار دلشه که برابه یا که براهه خب دوستان عزیز اگر دوستوری صوت نوا باشی پس دوستوری خیلی مخلصی اندی باشی همین کلمهش را گویم که یوردم کنید که در اینجا چی می شود ما همیره در اینجا که می بینید ما راستی سخنوش گوش کردم صداش شاید درست نشنیدم یا اینکه براهه یا که برابه عشق من شعر و شرابه خیلی نش معلوم است عشق تو نقشه برابه یا اینکه براهه خب ایرا بس تچنید کنر کن عشق تو یک گل زرده عشق تو یه عشق تو یه میشه عشق تو یه گل زرده عشق تو یه گل زرد عشق تو یه گل زرده دستایی که
دستو دستایی میشه که یه دستایی که دستایی که دستایی که سرده سر میشه ما چی سر شد؟ خب دالشی میخونیم. فیروز اس خوش اومدی با افیر امروزه ما. سازی خوبی برادر میشه رحمت خود دکت اینجی خوبی سلامتی زو دستویی که دستویی که سرده میشه رحمت دکت. سلامت باشی برادر عزیز، هر کجایی که باشی در پناه الله باش و سلامت باش. عشق من مثل جنونه، عشق من مثل جنونه عشق من مثل جنونه. یه وقتا کامنتاریو ها رو در سرودو میموندی چی با حاضران نمیمونی؟ ردنوی خوش داشته باشی میمونه، مشکلی نیست. فیروزیس وای подписчиков باشخه کردن، خیلی تیپا نوروزگی بیان کردن که همه ریسکی سرود سر شوه، یکون реклама نشه. با اون خاطر ما دیگه نموندم. خیلی برادرم فیروز آب رنگ آسمونه، آب رنگ یا اویگه شمونه من، آب رنگ آسمونه. رادنو چی را جداد میکردی؟ خدت کی جدای برادر تجه ایلی راسیه رادنو راسیه ده نه وای کار اومدم گفتم ای برختی یک قیزه خمدو دوستم همی کروکه از آقای اندی بسازیم. اینطور عشق یک ماهی عشق یک ماهی به دریا عشق من بود. خب
اسماتوف خرسان خوش آمدی برادر با افیری موزه ما سرودی مادمی چی؟ مادمی جمشید اسماعیلووا ترک انتیموس فیروز رادنو خیلی در کدام طرفی؟ خورشید برادر عزیز سرودی کی گفته ای؟ سرودی مادمی جمشید التماس تهیه کن در سرش منایز برادر عزیز اکا بروری کار شما ما دشنبه دایم سلامت باشه رادنوی در کانال تلگرام کانال ما پیوست شوید ذکریت تلگرام کانال در اونجا هم مینوسا با شکل عمومیشو گذاشته می شود در اونجا دسترس که برادر عزیز فیروز اسمت خورشید مادر سرودی مادری جمشید مادر جمشید اسماعیلووا رادنوی گرچنده که اگر ما تاییدشان کنیم اونها رو ما در تلگرام کانال ذکری تمام میگذاریم حتما خویشمند باشید اگر خویش دستور صوت و نوا باشید در ذکری تلگرام ما پیوست شوید و در اونجا بازنگاری های خوبی هست که شما میتونید دسترس کنید ما اگر در اون تلگرام کانال زیاده از 100 پتپیس اگر که ما در اونجا جمع شود من میتونم که هر روز کاراوکه مینوس در اونجا بگذارم رادنوی باید در تلگرام ذکریت تلگرام شما یفتش نمیتونید ما با طریق سیل کارمون میکنیم اون را بعدا شما پیوست نمیتونید و البته که در اونجا با شرط های پیوست شوید دارد پریمیوم یک عشق یک ماه به دریا سرد سرده عشق من مثل جنونه عشق من مثل جنونه آب رنگ آسمونه عشق یک ماهی به دریا عشق آب رنگ آسمونه عشق یک ماهی به دریاست عشق من یک ماهی فیروز رادنوی ما گفتم که نیست در اونجا سیر کمیل که یگون چه نیست شما در اونجا در تلگرام یا که در واتساپ می نویسید گفتم که شرط های پیوست شوی دارد صحبت میکنیم پیوست میکنیم با فکرم خیلی کردیم آب رنگ آسمونه عشقی یک ماهی به دریاست عشق یک ماهی به دریاست عشق من عشق من ببین چیزی باست عشق من ببین چیزی باست عشق من ببین چیزی باست
به زیر نم نم بارون باز به یاد تو میافتم، باز به یاد تو میگفتم یا که میافتم، باز به یاد تو میافتم. که بخیال میکردم باز به یاد تو میافتم، حرفایی که با تو گفتم، با تو گفتم. گفتم عشق من یک کوه، تو ببین چه با شکوه. عشق تو مثل سرابه، عمر کوتاه حبابه، عمر کوتاه حبابه. دن 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 دن. سلامت باشه اسماتوف خورشید که سخنهای ما را فهمیدید. میتونید در واتساپ، در تلگرام اونایی هست شما را بعدا در با صحبت خود در تلگرام ذکری تمام پیوست میکنید و در اونجا شما دسترس میکنید به شکل پورگی همه کاراوکی مینوسای ما را. خب دال چی شد؟ باز من باید یک مرتبه مینوسش رو دیده بریم کنیم. تکتم تک و تنها تو خیابون به زیر نم، باز به یاد تو میافتم، حرفایی که با تو گفتم. عشق من یک کوه، تو ببین که با شکوه. عشق تو مثل دام سرابه، عمر کوتاه حبابه، عمر کوتاه حبابه. بله بله بله. عشق من عشق من شعر و شرابه، عشق تو نقش براهه، عشق تو یه گل زرده، دستویی که سرده سرده. عشق یه دقیقه. عشق من
عشقمون به این چیزی باز تک و تنها تو خیابان بشینم نمی باران باز میاد تو میفتم حرفایی که Should does not this. يا دقيقة سوى يا دقيقة کجا شدنیم یه مرتبه سرود رو میبینیم در اینجا به خاطر که به شکل پراگی سرود نبود متن رو با درستی نوشته باشیم نه نوشته باشیم اینو معلوم است یه مرتبه میبینیم یک دونه من هی دو دونه من خوب الان میفته باشه میشه اینجا دلم سرد کنم یه سروده که ما به هر نازش میبینم سروده که دوست داشتیم
Интересно, срода наифтеси. Mucho reclamo del rodado, siempre todo. Ko праздник бурма. Дорит чё кафе дам? Шумно. Да, врачу. Надо мимо. Срода ке чё? Доротан. Турус. Нас. Ма пилси ҳамин сроди такутамоиро кофта истодам. дар он ҷо ки ози мо омад нашро навиштем, ба шакли пуррааш набуд.
بیقرار. آره اگه عشق خدای من اندی مرسی سعودیمو میکنیم نیفتیمش کن اینترست تو بود و تو چشم سیاد منو شکار کردی. خب خلاصی گپ دوستان عزیز، یعنی که ما سرود رو متنش رو نوشتیم و در شکل کاراوکه می نویسیم رو نصیب باشد در نوار آینده، یعنی که پگاه که دسترس شدیم حتما تیار میکنیم. و نگفتن همون دوستان عزیز که شکل پورش یعنی که کاراوکه مینوس در تلگرام کانال زکریتی ما گذاشته می شود و کسانی که میخواهند که در تلگرام کانال ما دسترسی پیدا کنند تنها با واتساپ ما تلگرام ما میتونید مراجعت کنید و نامه تلفن ما در ویدیوهای که ویدیوهای اساسی ما گذاشته شده است. میتونید اگر که شروع کردن میخواهید در یعنی که تلگرام زکریتی ما حتما مراجعت کنید، صحبت میکنیم. بعد از صحبت شما اگر که گوییم که روزی باشید شما رو پیوست میکنیم. باقی خانواده سربلند و موفق کامیاب باشید تا نواری آینده. خیر دوستان عزیز.